به نام خدا. خانم ها آقایان، بینندگان محترم شبکه 3 تلویزیون، سلام بر شما. وقت بخیر. این امضاست که نگاه میکنید. در این نوبت از برنامه امضا این افتخار رو دارم که در خدمت پدر علم IVF در ایران جناب آقای دکتر ابوطالب صارمی باشم و زندگیشون رو با هم در نزد شما مرور کنیم. سلام آقای دکتر صارمی، خیلی خیلی خوش آمدید. منم خدمت شما و بینندگان محترم شما عرض ادب و سلام. فکر می‌کنم بنیادی ترین سوال من از شما اینه که IVF یعنی چی؟ باید بگم وقتی خودم اولین بار در ایران کنگره IVF رو برگزار کردیم، به جرئت میتونم بگم اکثر پزشکای ما هم نمیدونستن، چه برسه به مردم عادی. ولی الان بعد از گذشت چندین سال خوشبختانه خیلی از مردم با کلمه IVF آشنا هستن، ولی شاید معناشو نمیدونن، به خصوص زوجایی که درگیر مسائل باروری و ناباروری هستن. اگه منظورتون اونه، یعنی به عبارتی لقاح خارج از بدن. حالا پس IVF اگر بیایم خلاصه بکنیم برای پاسخ به شما، یعنی در کسانی که ناباروری دارن با تکنولوژی جدید ما بتوانیم لقاح را که در بدن صورت نمیگیره انجام بدیم و به رحم که به اصطلاح جایی است که باید جنین رشد پیدا بکنه منتقل کنیم. این رو میگن IVF. به طور کاملا خلاصه دیگه، حالا گستردگیش بماند که چقدر علم گسترده‌ای هست. اما بیایم برگردیم به سالهای سال پیش، نه خیلی هم سالهای سال، به سالها پیش در درگس. در چه سالی متولد شدید؟ اولا باید خدمتتون عرض بکنم، اصلا میدونین درگز کجاست؟ در خراسان هست. بله، درگز در شمال شرقی خراسان بعد از قوچان هست که جای پدران و اجداد ما سلحشورانی بودن که برای مملکت ما از جان گذشتن تا یک قطعه از خاک ایران که به نام درگز هست که جنوبش به کلات نادری وصل میشه حفظ میشه. چقدر برام جذابه که اینطور یاد کردید از زادگاهتون، از سلحشوری پدرانتون و بعد هم اینکه به امروز برسیدیم. پیش از اینکه بخواین خودتون رو معرفی بکنین، اول زادگاهتون رو این شکلی معرفی کردین. نظرم خیلی ارزشمنده. فکر میکنم که اصالت هر انسانی به اون سنت ها و گذشته هاش وصله. اگر اون گذشتهش رو فراموش کنه، تاریخ اجدادش رو فراموش بکنه، دیگه چیزی نداره برای ابراز آن. فقط خود من که نیستم. خیلی عذر میخوام آقای دکتر، میگن حرف میاره. شما جاهای مختلفی رو در جهان دیدید. بله. در اروپا این مثل وجود داره که خودشون میگن if you want my future forget my past. اگر آینده من میخوای گذشته‌مو فراموش کن. ولی ظاهرا این دیدگاه با دیدگاه شما کاملا متفاوته و شما با این همه تحصیلات، این همه سالهایی که در اون ور دنیا در اروپا و امریکا گذروندید، اصلا به این دیدگاه قائل نیستید. ببینین، یک خصوصیاتی در ایرانی ها هست. ببخشید من روادار کردین یه مقدار خارج از موضوع صحبت بکنم که شاید اروپا خیلی مونده که بهش برسه و اون قدمت عرفان شرقه که از ایران به وجود اومد، نشأت گرفت و این عرفان رو چگونه ما میتونیم دور بندازیم در صورتی که افتخار جهان هستی و کره زمین به عرفای ما و به عبارت افلاطون و سقراط هم شاگردان عرفای ایرانی بودن. اون موقع یونان هم جز ایران بود. اگر شما تاریخ گذشته رو مرور نکنی،
مگر این نیست که تجربه باید حاصل بکنی؟ عمرت کفاف نمیده که اونقدر تجربه که پدران ما برای ما گذاشتن رو همه رو بیاموزی. پس بهتر است که یه مقدار از گذشته ما استفاده بکنیم. قسمت‌های بد داره، خوبش هم داره. بسیار خوب. اما بریم پس به گذشته شما. حالا که می‌خوایم در مورد آینده‌تون هم صحبت بکنیم، بذارین اول از گذشته صحبت بکنیم و دیگه جداً در گز، دوره کودکی شما و اولا در گز درست یا در گز؟ دره گز. در گز. دره گز به عبارتی گفته میشه که اونجا درختان گز زیاد بوده. بله. چون به صورت دره بوده میگن دره گز. کودکی چطور گذشت؟ چند خواهر و برادر؟ پدر چه کاره بودن؟ مادر چه؟ من در یک خانواده به اصطلاح روستایی کشاورز به عبارتی ملک داشتیم، املاکی داشتیم که کشاورزی میکردیم. خب در واقع نظام ارباب رعیتی حاکم بود. به عبارتی این چنین گفته میشد که بعد اصلاح طرزی تمام اون املاک رو گرفت. پدر بزرگ من بزرگ اونجا بود، به عبارتی حاکم در گز بود. یه مدتی هم به عنوان بخشدار فرماندار اونجا سمت قانونی داشت. ولی به هر صورت ارتشی کوچولو 300 نفر سوار داشتن برای دفاع از ناموس و جان مردم. بعضن ترکمنان می آمدن و گوسفندها رو می بردن، دخترای اونجا رو می بردن، غارت می کردن. خب اینا همیشه باید استنبای آباده می بودن. صارم السلطنه یا صارم الدوله از اجداد شما می شدن؟ صارم الممالک. صارم الممالک، ببخشید. این لقبی بوده که به توصیه صدراعظم احمدشاه به خاطر همون زحمات و حفظ اون خطه به پدر بزرگم داده بودن و از اون به بعد فامیل ما شد صارم. خب یه زمانی تشویق میکردن تعداد خانواده باید زیاد باشه. اون زمان که همینطوره. الان هم تشویق دوباره میشه. 10 نفر بودیم ما. ماشاءالله. بله. 10 برادر و خواهر یا 8 برادر؟ نه 7 برادر بودیم. بله. 3 خواهر. ماشاءالله. بله. ماشاءالله. و اون موقع مادر من جایزه گرفته بود. جایزه؟ بله. از کجا؟ از انجمنی بود اون موقع. تعداد بچه‌های صالح اگر داشتن و زیاد داشتن بهشون تشویق میشد برای تولید مثل بیشتر. چقدر جالب. قبل از اینکه محدود بکنن. و جالبه که رشته‌ای که شما دنبالش رفتید و در واقع پدر اون در ایران شدید هم رابطه مستقیم با باروری داره از یک خانواده 10 نفره و شلوغ. چجوری به درس میرسیدید؟ چجوری کنترلتون میکردن؟ اصلا در درگز اون موقع تا چه مقطعی میتونستید تحصیل بکنید؟ مقطع تا 3 دبیرستان بود، ولی تا دیپلم تجربی بود، همون طبیعی سابق. ریاضی نبود. ریاضی رو ما مجبور بودیم بیایم مشهد. خوشبختانه پدر بزرگم در مشهد زندگی میکرد. خب این امکانو داشت که من بتونم برم اونجا درس بخونم. شما ریاضی خوندین یا طبیعی؟ من ریاضی خوندم. چقدر جالب. چی میشه؟ پس شاید در نگاه اول میشه انتظارش که شما باید مهندس میشدید. دقیقاً من بیشتر دوست داشتم که در اون رشته تحصیل بکنم. حتی کنکور رو که قبول شدم اقتصاد قبول شدم و دانشکده فنی رزرو شدم. پدر بزرگم یه حرفی زد ما رو دگرگون کرد. گفت من میخوام بری پزشکی بخونی، تو رو وقف میخوام بکنم. عجب. وقف مردم، خدمت کن. پس به واسطه تأثیری که از حرف پدر بزرگ گرفتید که گفتن شما رو میخوام وقف بکنم، بله، رفتم سراغ پزشکی. رفتم دوباره. چی دیده بودن پدر بزرگ در شما که میگفتن شما باید خدمت بکنید به مردم؟ وقف من یکی از اولاد خودم رو میخوام وقف مردم بکنم. والا متاسفانه فوت کرده. خیلی دلم میخواد هیچ وقت ازشون نپرسیدین؟ ببخشید هیچ وقت خودم اجازه ندادم. او یعنی اینقدر جذبه داشتن. جذبه. و ببینین در رفاه بودیم. کاری کرد که احساس بکنم
اون رفاه مال من نیست. یادم میاد در مشهد یه موقع کولاک برف بود، خب راننده بود، ماشین بود، همه امکانات بود و من دوچرخه داشتم، چون نمیشد پیاده رفتم. برگشتن و تو کولاک گیر کردم، چندی بار خوردم زمین، کبود اومدم خونه، داد فریاد که من بچه این مرد باشم و راننده هم باشه ولی من باید اینجوری بیام. گفته بود که گرمش کنیم بعد بیاد پیش من. اینا رو برای جوون ها میگم. خب من گرم شدم، تازه فهمیدم چه خطایی کردم. رفتم، گفت خیلی با محبت برخورد کرد. شما چی خطابشون میکردید؟ آقا بزرگ. بله. و یادش بخیر گفت که شنیدم که تو کولاک گیر کردی و خیلی اذیت شدی. گفتم دیگه دیدم خیلی لطف کرده، ما هم شروع کردیم. آره آقا بزرگ اینجوری شد. آخه چرا راننده نیومد دنبال من؟ بلند شد نشست و بله من زحمت کشیدم 100 برابر بیشتر از تو برفا گیر کردم تا بتوانم خونه و راننده داشته باشم. عرضه داری برو درس بخون، برای خودت کسی بیاش، خودت ماشین بخر. الان راننده داریم؟ من نه خودمم. خیلی خوب. و خیلی جالب بود. حتی دوچرخه هم از من گرفت که همون منو تکون داد برم درس بخونم. بعضیا ممکنه با یه تلنگر سرنوشتشون عوض بشه. کمان که با یه تلنگر سرنوشتشون عوض شد. مال من هم عوض شد. و به راهی رفتم که احساس کردم الان فکر میکنم به عقب برمیگردم خیلی تونستم به مردم خدمت بکنم، شاید با مهندسی نمیتونستم. خب رفتید سراغ پزشکی، چطوری در مشهد تحصیل کردید یا آمدید به تهران یا حتی خارج از ایران؟ نه میگفت برو خارج ولی گفتم ایران میخوام. ولی پدر بزرگ بسیار روشن فکری داشتید در اون دوره. بله اون موقع ایشون خب مطالعه زیاد داشتن، با سواد هم بودن. با سواد بودن، سواد اون موقع دیگه. بله متوجهم. دوستانشون کی بود؟ مثلا ملک الشعراء بهار رفت آمد، نماینده درگز بود یه زمانی. بله. ملک الشعراء خب اینم حاکم درگز بود. و شما رو دعوت کردن، پدر بزرگ در واقع پیشنهاد دادن که شما به خارج از ایران برید، اما شما نرفتید و در تهران. بله ببینید یه جوی اون موقع بود که خیال میکردن که اونایی که پول دارن میرن خارج و بقیه باید کنکور بدن قبول بشن، اگر نشن میرن. به من برخورده بود. دوباره کنکور دانشگاه ملی شهید بهشتی الان رو دادم، پزشکی قبول شدم. خب بعد توی همون درگز ببخشید حرف و سخن به وجود میاد. بله پول پدر بزرگش نبود مگه میرفت دانشگاه ملی پولی؟ من دوباره نشستم کنکور دانشگاه تهران دادم. دانشگاه ملی اون موقع پولی بود؟ یعنی پولی بود، شهریه میگرفتم مثل دانشگاه آزاد فعلی. دوباره نشستم. برای عزیزان جوان میگم که 3 ماه تموم دانشگاه رو تموم کرده بودن، 3 ماه دوباره من نشستم برای کنکور دانشگاه تهران خودم آماده کردم. شبانه میرفتم کلاس هدف، روز میرفتم دانشگاه ملی، بعد شبام اونجا و شبم درس میخوندم. چه نیازی بود حالا دانشگاه تهران هم برید؟ فقط به خاطر حرف و حدیث مردم؟ بله. عجب. و کنکور دانشگاه تهرانی که قبول شدم اون رو ول کردم. هرچی گفتن بابا اونجا امتیاز خوب ریاضی بودم، نمره‌م خوب شده بود، شهریه ازت نمیگیریم بیا. گفتم نه دیگه اسمش پولیه. نمیدونم اون موقع این چنین فکر کردم که باید به غرور خودم هم برسم. فقط حمایت پدر و پدر بزرگ نباشه، بگم من هم هستم. کنکور قبول شدیم و نهایتا یه 2 سال منو فرستادن اهواز. سیاست اینجوری ایجاب میکرد، مشکلاتی با عراق داشتن، میخواستن اونجا رو تقویت بکنن. 2 سال بعدم برگشتم جندی شاپور. بله 2 سال بعدش هم اومدم
برگشتم تهران. 5 سال بعدی رو در دانشگاه تهران ادامه دادیم. بله. تموم شد. من پدر بزرگم فوت کرد. خدا رحمتشون. مراسمی بود و درگز رفتیم اینا مشهد. بزرگان درگز گفتن که در درگز پزشک نداریم، یه پزشک داریم و سلام. همه رفتن، کسی نمیاد. برای اینکه درآمدی نبود، محصول خوب نبود، مردم اونجور نداشتن که برن مطب خصوصی، همه دولتی می آمدن. اون موقع هلال احمر رو شیر و خورشید صبح می گفتن. از من خواستن که بیا به وطنت خدمت کن. ما هم جوان بودیم مثل شما، صاحب دنبال نام و اسم و رسم اینو. گفتم میام. به خصوص اینکه قرار بود شما وقف مردم بشید. بله دیگه. 1 سال رفتم اونجا، سربازی نرفتم. یعنی به جای سربازی رفتید؟ نه عقب انداختم. 1 سال میتونستیم این کارو بکنیم. رفتم اونجا کار کردم. حقوقم هرچی بود نصفشو بخشیدم به شیر خورشید سرخ، هلال احمر فعلی. و خب تو اون شهر خیلی کارا کردم که حالا خارج از این هست. بیمارستانی بود که در و پیکری نداشت، 4 تا معتاد میخوابوندن. من این رو 20 تخت خوابی مجهز کردم، رادیولوژی رو انداختم، اتاق عمل رو انداختم، آمبولانس گذاشتم. بعد اورژانس شبانه روزی پیاده کردم، بیشتر شباشو خودم قبول میکردم. اینی که چرا اومدم رشته زنان، تأثیری بود که بازم میگم محیط، یک زن یک تلنگر دیگه. یه تلنگر. فقط قبل از اینکه اینو بگید، درگز اون موقع چند نفر جمعیت داشت؟ حدود 40,000 نفر. خب اون تلنگری که باعث شد بیاید سمت گرایش زنان زایمان. من خونه پدری بودم، خوب بزرگ اونجا، 2 تا اتاقم انداخته بودم، زنم گرفته بودم با خانمم. پس زود ازدواج کردیم؟ آره 26 سالگی من ازدواج نه خیلی زودم نه. به موقع ازدواج کردیم. پزشکیم تموم شد ازدواج کردیم. همسرتون رو در محیط علمی و دانشگاه؟ بله ایشون پرستاری میخوند. در محیط علمی دیدم. خب از خانواده محترمی بودند و پدر بزرگم هم موافقت کرد و خواستگاری و بالاخره. بسیار خب. همسرتون هم با خودتون برده بودین درگز؟ خب شب برفی بود، باز برفی. برفو پس خیلی باید دوست داشته باشی. خیلی. تلنگرها اینجوری به وجود میاد. درب خونه پدری را زدن، چون بزرگ شهر بود. دیدم که پدرم صداش در اومد. حالا یکی بود به اصطلاح خدمات که اونجا در رو باز کرد، گفتن با دکتر کار داره. خب بهش بگین بره بیمارستان، امشب شب میاد دکتر چیکار کنه. این هم برداشت با همون لهجه گفت آقای با امید اومدیم در خودت. تلنگر. این هم گفت بابا جون این الان پشت چیکار کنه؟ پشت برو دیگه. چشم گفت و رفت. مگه من تونستم بخوابم؟ بلند شدم. یه جیپ پدرم داشت، اون رانندهش گفتیم روشن کن بریم. جیپ روشن نشد. حالا چراغ فانوسی گرفتم و با اون راننده دنبال اینا را برفشون سرعت هی دادم میزدیم شاید بمونم. بالاخره سرعت گرفتیم، نزدیکای گورستان درگز بهش رو رسیدیم. خونه اینا بعد از گورستان بود. حالا ببینید شبم هست، توهمم هست، مسائل خاص خودش. تو برف هم هست، فقط صدای حیوان سگ میاد و سلام. چی شده؟ گفتن خانم من زایمان کرده، جفتش اومده، خونریزی داره میمیره. خب خوشبختانه اون موقع آموزش پزشکی به نحوی بود که منی که پزشک شده بودم میتونستم عملهای کوچک رو بکنم. زایمان الا ماشاءالله کرده بودیم، مشکلات زایمان رو میدونستیم. الان اینجوری نیست؟ متاسفانه نه. خب یعنی آموزش انترنی رفته به آموزش تخصصی.
اون موقع پزشک نبود، انترن باید همه چی رو یاد میگرفت. مثلا سکته قلبی رو من انترن بخش قلب همین هزار تخت خواب بودم، خودمون درمان میکردیم. رفتم بالاخره با امکاناتی که بود دستمون رو شستیم، الکل زدیم و امکاناتی بود تونستم این جفت رو در بیارم و سرومی تو کیفم بود وصل کردم و آمبولانس هم تلفنی از این هندلیا بود، زنگ زدیم اومد و این مریض رو با سرم بردیم بیمارستان. این زنده موند، بچه‌ش هم زنده بود. دیدم اگر اون شب نبودم 2 نفر میمردن. مرگ و میر مادر در اثر خونریزی وحشتناکه، یعنی به راحتی میمیرن. مریضای زیادی هم داشتم اونجا، دیدم این رو من به راحتی چون رسیدم تونستم نجات بدم. سیروز کبد هر کار بکنم سرطان، تصمیم گرفتم بیام تو این رشته. اون موقع آزاد بود، پزشک مرد هم میتونست تخصص زنان بگیره. به این جهت و واقعا رشته مرد افکنیه رشته زنان. من فکر میکنم اگر خانومم تو خونه کمکم نبود هرگز تو این رشته دوام نمی آوردم. بچه هامو خانومم اداره میکرد که من میتونستم شب و بی وقت برم. غیر از اون مشکله برای یک متخصص زنان، باید هم متخصص داخلی خوب باشه، جراحی رو خوب بدونه، رشته زنانم بدونه، قدرتم بدونه. و الان نمیتونه یه متخصص زنان خوب باشد. اون میشه که رشته شده. الان هر کدوم یه گوشه ای رو دارن میگیرن، اون که داره ضرر میکنه مریضه. بازم مرگ و میر داریم ولی نه به اون شدت. خیلی کمتر شده. این بود که من رشته تخصص زنان انتخاب. تخصص رو کجا گرفتید؟ ایران یا اینکه رفتید از ایران؟ من بعد از درگذر رفتم سربازی. افسر وظیفه شدم در بیمارستان نیرو هوایی تهران. چون زن داشتم، با حقوق کم اونها دیدم زندگیم نمیچرخه. داوطلبانه خودم رفتم بوشهر. چرا بوشهر؟ برای اینکه پزشک نمیرفت اونجا. و خیلی هم خوشحال شدن که من قبول کردم. اونم به جای یکی از دوستانم که اونجا بود و مشکلاتی داشت اومد گفت هیچ کس جانشین من نمیره، من اونجا گیر افتادم. گفتم من میرم. اون موقع یه بچه داشتم. دختر یا پسر؟ پسر. چند فرزند دارین؟ من 3 تا داشتم، یکیشو فوت. خدا رحمتش. رفتم بوشهر، نیرو هوایی شروع کردم کار کردم. مطبی هم زدم، پرمریض شد. اولی چی؟ بازم به جوان ها میگم تحمل کردم، صبر کردم. شاید 3 ماه توی مطب به قول همکارا مگس بروندیم. خب اونجا دوران سربازی من محبوب پایگاه بودم. مریض های درجه دارا، افسرها همه می آمدن. خیلی هم چون اون موقع پاکستانی زیاد بود، پزشکای پاکستانی اینها. و منم حقیقتش همونجور که میبینین بنا ندارم با کسی دعوا بکنم. خندان بود. خب جذب کرده بودم. مطبی هم که زدم، مردم بوشهر خیلی مردم های خوبی هم.
همیشه هم گفتم. خیلی نازنین، خیلی مردم محترمی هستند. محترم. از اقصا نقاط اونجا هنوزم یادمه، دیر و دشتستان و گناوه و بعد تنگستان، همه اینها مریض داشتم. بعض وقتا منو میبردن سر مریض تو کپرها. تو کپرها یه زندگی ساده ای داشتن، ولی باور کنین بعضی من پول نمیگرفتم ناراحت میشدن. شما فکر میکنین ما فقیریم؟ ما اینجوری زندگیم عادت کردیم. خب بهترین سالهای زندگیم اونجا بود. باورتون با همه اون سختی ها هرگز فراموش. 2 سال بودین بوشه؟ 3 سال و اندی بودم. پس بیش از زمان سربازی هستم. بعدش من استخدام کرد نیرو هوایی و شدم سرپرست، یعنی مدیر سرپرست بهداری استان. بهداری راه استان بوشهر. شبا میرفتم، عصرا میرفتم نیرو هوایی کشی، صبح مسئول مدیر عامل بودم، مطبم ظهرا میرفتم. بالاخره زندگی شیرین بود ولی سخت. اولا 3 تا شغل. 3 تا شغل من حدود 16 ساعت کار میکردم. بعد مأموریت هایم تا دشت ارژن شیراز، پست های بهداری داشتم که باید میرفتم هر 2 هفته یه دفعه سر میزدم. با یه آمبولانس میرفتم و برمیگشتم. شبم برمیگشتم که خونه کسی تنها. اون موقع داشتم فکر میکردم برای تخصص برم امریکا. تا امکاناتی پیدا شد توی بیمارستان شهدای فعلی یا رضا پهلوی سابق که آموزشی بود و اساتیدش هم از امریکا می آمدن. یه قرارداد همکاری هم با جان هاپکینز داشت. خب استاندارد آموزش می دادن. من تا انقلاب اونجا بودم. در جریان انقلابم 20 بهمن خونم کرج بود. چقدر جاهای مختلف زندگی کردیم؟ عرض میکنم از بوشهر اومدیم اونجا، خونه ساده‌ای داشتم، الان هم ساده دارم. اومدیم یه خونه توی کرج، چون مادر خانمم اونجا بود. از هر جا زن میگیری باید برین دیگه، همونجا باشندشی. کرج بودم، ما هم رفتیم اونجا. با جناقم هم اونجا بود، دادستان اونجا بود. خلاصه یه خونه هم ما جور کردیم، فامیل دور هم. 20 بهمن بود، کیشی که من شروع می شد. همه گفتن بابا شلوغه، کجا میری؟ گفتم من قول دادم باید بیام. یه ماشین داشتم اون موقع، شبلت ایمپالا. اومدم تو برفا گیر کردم. بازم برف. همین جلوی هتل هیلتون سابق میخواستن برن زندان اوین آزاد کنن. من توی این بزن بکوبا گیر کردم. رفتم زیر ماشین، یه مدتی صبر کردم تا این آتش بارون، تیر بارون. زیر ماشین خودم، یعنی تو خوابین رو برفا؟ بله. که تیر میخوردم، تیر اندازی شده بود دیگه. بعد که یه خود آروم شد و مردم رفتن، سوار ماشین شدم، اینجوری آهسته اومدم تا چهارراه. شروع کردم به کار کردن. در اتریش IVF تازه شروع شده بود، همونی که تعریف کردم. یعنی مثلا چیزی شبیه سال 1983 81 بله شروع شده بود. خب من دوره‌هایی که دیدم دوره سرطان بود، دوره اینا جزء جامعه زنانه دیگه. اینا برنامه‌ای بود که من میخواستم تکمیلی ببینم، چون تخصصی، دوره تخصصی ما عملاً تموم کرده بود. بله. گروه نازایی که به اصطلاح پروفسور کمتر بود برداشت گفت ما داریم IVF رو راه میندازیم. IVF که شاید همین چند سال گذشته به واسطه شما ما شنیدیم. 2 خیلی سال همه‌گیر شده. 2 سال بود. اولین بچه تو انگلیس به دنیا اومده بود
سال 78 که من توی شهدا از پروفسور، از استادمون شنیدم که این چنین بچه‌ای به دنیا اومده. اولا هم زیر بار نمی رفتم، می گفتن دروغه. بعد که رفتم اونجا دیدم حقیقته. شدنیه. من اونجا یه مرتبه یه جهان جدید. بله، اونجا گفتن شروع میشه. خب یه دنیا دیگه خیلی بهتر از سرطان بود. اونجا بودم که دیدم یه زوجی اومدن پیش کمتر، ایرانی. منم حالا کنار ایشون هستم. مترجم اومده، دیدم خوب ترجمه نمیکنه. من به کمتر میگفتم که این منظورش اینه. اون طرف فهمید من ایرانیم، گریه کرد. گفت چرا ایران نمیایین؟ شما اینجا موندین، ما از ایران بیایم اینجا؟ با تلنگر رشته نازایی رو انتخاب کردم. رفتم آلمان. چقدر تو زندگیتون شما نشونه گرفتین و چقدر خوب آدم نشانه گرایی هستید، وگرنه معلوم نبود الان کجای جهان بودین. شما دقت بفرمایید، با زن 2 تا بچه بری دانشگاه وین و اونجا به اصطلاح گل بکنی و اجازه بدن که توی تیم نازاییشون باشی و بعد یه زوج ایرانی بیان. این فیلم هاست، خیلی زندگی دراماتیکیه. بعد زندگی تو با 2 تا بچه، یه بچه تو بفرستی مدرسه آلمانی بلد نیستی خودت کامل، به اونم باید درس بدی، اون بچه هم ببری مدرسه. من تا 12 شب یه آشپزخونه کوچولو داشتم اونجا درس میخوندم. 9 شب که بچه ها رو میخوابوندم 2 تا اتاق داشتیم، می آمدم توی آشپزخونه. خب رفتم آلمان، وضعم خوب شد و بعد یه بیمارستان دانشگاه خیلی خوب منو پذیرش داد و گفت که 2 سالی نگذشته بود، گفت که شما نیاز به دوره دیدن نداری، حقوقم میدادم به من، بیا امتحان برد آلمان رو بده. 1 سال و نیم بود. آقا گفت نه، پروفسورم نوشت برد تخصصی منو معرفی کرد به برد. رفتم امتحان دادم، 50% مردود رد شده بودم، من جزء قبولی ها بودم. شدم استادیار در آلمان. داره حالا وضعم هم خوب میشه، زندگیم خوب شده، خونه ویلایی، 2 تا ماشین، همه چی. IVF رو همچنان گوشه ذهنتون داشتین؟ با رفتم اتریش پیش دوستام، حالا فایتینگر که هم دوره من بود شده استادیار اونجا. گفتم گفت ما موفق شد. بار نمی رفتن، ولی خب من حالا مدرک آلمان دادم. رو درواسی ندارم، ولی به هر صورت منم میشناختن. منم میشناختن بود مدارک. فیشل چند سالتون بود اون موقع؟ من فکر میکنم 35 سالم بود. همسن الان من. خب ببخشید. نه من دارم فکر میکنم شما کجا بودین در 35 سال؟ بعد یه گروهی از ایران دو متخصص خونه ما یه شب اومدن موندن. آقا ما ولی مکاتبات کردم. اومدم ایران، یه ماه توی همون شهدا رایگان ارائه خدمت دادم. دیدم اون چیزی که مردم نیاز دارن مشکل ناباروریشونه. بله. تخصصی است که اینجا هنوز جا نیفتاده، به خصوص IVF. همه اون موقع ناچار بودن، یا بهتر بگم حالا کسایی که به خصوص تمولی داشتن برای درمان ناباروری، یادمه که چه مخارجی رو پرداخت میکردن و همه اتفاقا خارج از ایران میافتاد. همینطوره. و من برگشتم، طرحی دادم به دانشگاه تهران که اگر میخواین، من این دوره رو دیدم ولی کامل هنوز نیست، ولی حاضرم بیام اونجا را بندازم. گفتن طرح بنویس. من یه طرح جامع جنین آزمایشگاهی فرستادم، تصویب شد در دانشگاه تهران، به من اعلام کردن بیا. اواخر جنگ میشه؟
نه سال 63 بود. یعنی 1984 رفتم اتریش کار آلمان رو ول کردم، رفتم اتریش، گفتم که من میخوام برم ایران، جنین شناس ندارم. بله لاپاراسکوپی بلدم، تخمک میتونم بگیرم، IVF فقط تخمک گیری که نیست. بله. باید این رو در خارج از بدن بتونین شما لقاح ایجاد کنین. دوره جنین شناسی رو شروع کردم اونجا، یعنی از آزمایشگاه شروع کردم چگونه نطفه مرد رو بشورم، اسپرمیش آماده کنم، محیط کش درست کنم. همه اینا رو خوب یاد گرفتم. اومدم استخدام دانشگاه تهران شدم. هر چند ماه هم یه دفعه میرفتم اونجا دورم رو تکمیل میکردم. دوره فوق تخصص 2 سال بود، من 3 سال و نیم طول کشید تا تموم کردم، چون همونجا بودم همونجا بودم. فوق تخصص در چی؟ در IVF. در IVF. خب اون تلنگر اونجا باعث شد من رفتم IVF خوندم. اومدم ایران دیدم بله همونطور که شما میفرمایین اولین کنگره سال 64 من توی همین سالن ابن سینای دانشگاه تهران برگزار شد که عرض کردم پزشکا IVF رو نمیدونستن معناش چیه، براش یه فیلم مستندم گذاشتم. اینقدر این فیلم جالب بود که کنگره یه وقفه ایجاد کرد که این فیلم رو ببینن. خب از اون به بعد خب من شروع کردم به آماده سازی. کنگره بعدی که صحبت شد به قول وزیر وقت بهداشت اون موقع، بهداری اون موقع، کمیسیونی که برای ارسال بیماران خاص به خارج از کشور تشکیل میشد دلار رو به 7 تومن میدادن که اینا برن کجا، بیشتر پیش پروفسور یان کرافت توی لندن. رقیب من شده بود یان کرافت. هم کلاسی سابق؟ نه لندن، نه اتریش. بله ببخشید. لندن. من توی اتریش کار کرده بودم. خب به شهادت ایشون گفت برای هر بچه‌ای که وارد ایران میشه 115,000 دلار ارزبری بوده. هنوزم همینه، هنوزم کسایی که خارج از ایران اصلا زندگی میکنن و میخوان از طریق IVF باردار بشن 100,000 دلار هنوز هزینه باروریشون خواهد بود. بله. در واقع هزینه IVFشون که حالا آیا بشه 80% فکر میکنم احتمال شدن هست، نه؟ نه 25%. 25%. برای همین چند لقاح انجام میشه در هر؟ ببینین به طور طبیعی انسان هر ماه 30% بیشتر شانس باروری موفق نداره. اشرف مخلوقات، یعنی 2 سر نباید باشه، غیر طبیعی نباید باشه. موش 80%. عقاب کمتر از ماست. پس 30% رو ما میگیم 25%. 70%ش که دست من و شما نیست. هر ماه ما 25% میتونیم با این تکنولوژی کمک بکنیم. طبیعت خداوندی 30% شانس داده. خیلی نزدیک شدیم ولی هرگز به اون، البته 40% هم داریم، استثناء هستن. اون موقع دیگه من ستاب رو شروع کردم، گفتم عزمم جذب و باید این کارو بکنیم. خب جنگ بود، امکانات نبود. خودم باز رفتم اتریش، تجهیزات رو از طریق رفتم تو بیمارستان دانشگاه وین نشستم، لباس پوشیدم، کمپانیایی که به اونجا جنس میدادن گفتم برای منم بیارید. از یعنی هزینه شخصی؟ نه دیگه بودجه‌شو گرفته بودم. همه رو جمع کردم با یک پروفورمایی که یه شرکتی اونجا میشناختیم، همه رو تجمیع کرد چون از هر جایی گرفته بودم. آوردم اینجا و ارزبریشو موافقت کردن، بودجه‌شو. یه دستگاهش مشکل داشتیم، انکوباتور CO2 بود که اجازه نمیدادن، میگفتن این برای چیه. که الان همین آقای دکتر فرادی اون موقع هم وزیر علوم بود، با مجوز ایشون اجازه دادن که این دستگاه که همون جنین مصنوعی بود وارد بشه.
بودجه ارزیشم از مجلس من گرفتم. خب همه چی آماده است، حالا مجوز شرعی میخوام. و این نکته است. بله. یعنی شما در من می‌خواستم همینجا برسیم، شما در تمام این مدت نگرانی این رو نداشتید که این مجوز شرعیش رو اول بریم مثلا بگیریم که این همه زحمت در واقع بی وقت کار نمونه؟ من یه مقدار به اصطلاح مشورت‌هایی کرده بودم که از دید مذهب شیعه و فقه، شاید از تسنن نه، ولی شیعه روشنبینیش بیشتره. بله. به من گفتن که احتمالاً مخالفت نخواهند کرد، شما بیار اول ببینیم چیه، بعداً برو دنبال. من طرح را که آوردم اجرایی آماده شد. سراغ کی رفتید برای گرفتن مجوز شرعی؟ نامه به بیت که حضرت امام در واقع به دفتر بیت به دفتر امام نوشتید. بله بله. نوشتم به خطاب به ایشون، بله. که این داستان اینه، اجازه بفرمایید اگر این بشود شرایط شرعیش هم آماده است، اگر اجازه بفرمایید ایران 11مین کشور دنیا خواهد بود که IVF میکنه. و در منطقه اولین بودیم نه؟ منطقه خاورمیانه. در امریکا هنوز شروع نکرد. امریکا هنوز شروع نکرده. ما پیش از امریکا آغاز کردیم. من دیدم خبری نشد، این نامه رو دادم به یکی از رزیدنت های خودمون که اون موقع افتخار معلمی شد داشتم، بعد شد وزیر. کی؟ وزیر بهداشت شد. وزیر بهداشت فعلی؟ خانم دکتری که وزیر بهداشت شد کیه؟ خانم دکتر دستگردی. من از ایشون خواستم، 3 روزم مرخصی دادم که ایشون محبت کرد، نامه منو برد بیت، مجوز گرفت. خانم دکتر مرضی وحید دستگردی. بله، خیلی اونجا کمک کرد، من این مجوز رو گرفتم. ما چند تا از این مجوزهای شرعی بسیار بسیار راهگشا داشتیم در طول این 30 و چند سال. این هم از همونا گذاشته. همینطوره. خب پس دیگه IVF در ایران کارش رو آغاز کرد؟ نه. دیگه چی شد؟ من اومدم افتتاح بکنم، همه چی آماده بود، دستور رسید که فعلا شروع نکن. چرا؟ این سوالی است که من اون موقع از رئیس دانشگاه وقت کردم، جواب نداد. از معاون بهداری درمان خواستم، جواب نداد. و نهایتش معاون درمان گفت که فعلا صبر بکن ببینیم چیه. من رو به عبارتی تبعید کردم به بیمارستان آرش. من گفتم کار من اینه، پروژه من اینه، من برای استادیاری نیومدم، من اونجا استادیار بودم. من 2 سال همینجور منتظر شدم، مونده بودم برگردم بردگردم، رفتم اتریش که اونجا شروع کنم. حتی توی آلمان به من 7 میلیون مارک بلاعوض دادن که شروع. توی آلمان هنوز 1 جا شروع شده بود. عجب. من دلم میسوخت. اونجا وضعم از پروفسور سمی قطعا بهتر میشد، ولی درست بود من برم اونجا. ناامید نشدین؟ نه. تا روزی مرحوم دکتر مهاجری که تو بیمارستان آبان بود، تو کنگره منم همه کنگره ها سخنران بودم و مقاله، خب از خارج اومده بودم، آپ تو دیت بودم، همه چی بلد بودم. منو دید گفت آقا ما میخوایم تو بیمارستان آبان IVF را بندازیم، میای کمک کنی؟ گفتم بیام ببینم امکانات چی. رفتم دیدم چی ندارن. گفتم بابا یه انکوباتور دارن میسازن، نشد. گفتم کار داره. گفت حاضرم، بیا شریک بشیم. گفتم من پول ندارم. گفت میدم تو قسطی بده. عجب. آقای دکتر مهاجر، خدا رحمتشون کنه. خدا رحمت بکنن. و ایشون بانی شد که من تو ایران بمانم. گفت کجا میری؟ هستیم. و ما سال 67 تونستیم با گیفت، یه روش از IVF هست، حاملگی داشته باشیم، ولی
اونی که به دنیا آمد سال 68 بود که تو کنگره سال 68 ناباروری من این رو پرزنت کردم با دکتر مهاجری و این اولین بار اولین گیفت ایران IVF ایران بود سال 68 متولد سال 1368. بعدن خب یزد شروع کردن IVF اونها موفق شد. بعدش مال من بود که دوقلو بود IVF که توی روزنامه ها ببینین هست. ببینین من خرید خدمت نکردم. IVF رو ستاب اگر کردم خودم کردم. جنین شناس نداشتم، خودم جنین شناس. من جراح زنان بودم ولی مجبور بودم چون جنین شناس این کاره نداشتیم. الان همه ماشاءالله بلدن. خیلی ها رو من آموزش دادم. توی آزمایشگاه بودم، تخمک گیری میکردم، تخمک رو برای کشت آماده میکردم، نطفه رو آماده میکردم، میشستم، شمارش میکردم، به این تخمک اضافه میکردم، فرداش بیا ببینم جنین شده یا نشده. IVF ما 40 مورد کردم نتیجه نگرفتم. باز به جوونا میخوام بگم شکست خوردم، از رو نرفتم. تا پروفسور متلری هست که خیلی از همکاران ما میشناسن، در آلمان هست، دوست دکتر مهاجری بود، اومده بود دیدن و دکتر مهاجری گفت دکتر سالمی 3 تا گیفت داره، گفت میخوام بیام ببینم چیکار میکنه. چه مخفف جالبی هم داره، گیفت، هدیه. بله. و واقعا هدیه میده. گامت اینترافالوپیان ترانسفر این رو اولین بار پروفسور اش پرزنت کرد در کنگره برزیل. تکنیک خوب لاپاراسکوپی بود، منم یاد بلد بودم، گرفتم چیکار میکنه. ببینید خیلی کارا رو خودم کردم، محیط کشت خودم ساختم، ستاپ IVF رو خودم کردم، تمام سختی وسایل رو توی جنگ تهیه کردن خودم کردم، آموزش جنین شناسی رو خودم رفتم یاد گرفتم اومدم، کسی به من کمک نکرد. وقتی این دوقلوها به دنیا اومد خودم اینقدر نگران بودم که نکنه غیر طبیعی باشه. چون اون موقع امکانات اینجوری نبود که بررسی بکنیم. اون میلیون ها دلار همون برای من ارزش داشت. گذشته از این سالی 1 ماه من جبهه میرفتم، اونم باید میرفتیم، اون هم بود این هم بود و نهایتا همین باعث شد من یه مقدار کارهای تحقیقاتی رو اونجا انجام بدم. بعد برای خودمون یه مرکز جراحی محدود رو چیز کردم، به اصطلاح ساختم. بله. که همین آقای دکتر کلانتر معاون وزیر بود، اومد برای اولین مرکز جراحی محدود ایران و IVF در بخش خصوصی. بله. خب من تونستم، بعد جنین یخی تو روزنامه‌ها پیچید، همینجور موفقیت های من رو رسانه ها فالو میکردن. تونستیم از نطفه نارس مرد جنین بسازیم و 19 بار شکست خوردم، موفق شدیم یه بچهش به دنیا اومد، 4مین بچه دنیا. 4مین بچه دنیا. ببینید اینا همش به من انرژی میداد، ثروت بود. الان ثروت من تمام تابلوهای تقدیری است که از منه.
ثروتمند 2500 ضرب در 100,000 دلار بکن. خیلی میشه. من این سرمایه رو هدیه کردم به وطنم. من نمیخوام. ولی این جوانها ببخشید آینده مملکت ما رو میسازن. من سعی کردم این جوانها رو از اون موقعی که نطفه درست میشه بهشون انرژی بدم. تربیت بچه از لقاح شروع میشه، اپیژنتیک از اونجا، و 9 ماه داخل شکم که من اینجا اومدم فرهنگ سازی کردم. از سال 85 استخر برای حامله ها گذاشتم، ورزش های داخل استخر، آموزش هایی که چی بخورن چی نخورن، چیکار بکنن، اونایی که نمیدونستن، فرهنگ سازی، چجور با بچهشون ارتباط برقرار کنن. این کارها همون دستور پدر بزرگم بود. به این دلیل هم بیمارستان رو به اسم سارم گذاشتم. وقفه، خودم هم وقفم. پس من سرمایه‌ام زیاده. خوش به سعادتتون و خوش به سعادت ما که توی سرزمینمون یک همچین سرمایه داری حضور داره. خیلی لذت دارم از گفتگوی با شما و کلی سوالم بود، ولی بذارین یک سوال دیگر داشته باشم به عنوان آخرین سوال برنامه امضای امروز. هیچ وقت احساس کردید با کارتون به خداوند نزدیکتر میشید؟ کارتون یک جور کار خداگونه است، شاید یک جور خلقته یا کمک در خلقت؟ خیلی ممنونم. این سوالی بود که انتظار داشتم حتما از من بکنید. من توی مصاحبات و توی برنامه‌های تلویزیونی چه برون مرزی چه درون مرزی همیشه گفتم من عظمت پروردگار رو زیر میکروسکوپ دیدم. ببینید من چون جنین شناس شده بودم اسپرم و تخمک رو رصد میکردم. بله. اون موقع امکانی که ما بتونیم فریز بکنیم نبود. 3 تا جنین میدادم، بقیهش رو باید میریختم دور. اینا میشدن اون چیزی که من رو جذب میکرد. رصد میکردم. اینقدر برای من جذاب بود زیر میکروسکوپ حرکت اسپرم ها به طرف تخمک که منطقه طیر عطار رو برای من نشون میداد. این کتاب درسنامه‌ای که چاپ کردم، من کتابم می‌نویسم البته، پژوهش کرده هم دارم، اونجا نوشتم عظمت این خلقت رو عطار اون موقع با اون منطقه طیرش گفته بود که یه اسپرم وارد میشد، بعد این تخمک داخل این محیط کشت حرکت وضعی و دورانی داشت. هر کی خدا رو قبول نداره بیاد زیر میکروسکوپ نشونش بده. برای همینم من دیسک گردن گرفتم، عمل کردم، دیسک کمر گرفتم با لاپاروسکوپ، 2 بارم سکته قلبی کردیم. بله 2 تا فنرم دارم. آقا انشالله که سالهای سال سرمون رو گندم زیر خدمت شماست. انشالله که سالهای سال زنده باشید. داشتم فکر میکردم خداوند چقدر لذت میبرده و میبره از خلقت. وقتی ما از زبان بزرگواری مثل شما میشنویم که در این حد که شاید در برابر خلقت خداوند واقعا گم باشه، اما همینقدر رصد کردنش، همینقدر دیدنش این همه لذت داره که شما گردن و کمر و قلب و به پاش به راحتی و با اشتیاق میگذارید. سختی به خانواده و بله، خداوند چه لذتی میده. ببینید بدون زحمت لذت حاصل نمیشه. شما میلیاردها پول داشته باشین تا خودت کسب درآمد نکنی قدرش نمیدونی. پس به قول سینمایی یا کات به یا فلش بک به اون روزی که پدر بزرگ به شما گفت. و من رسا جوانهای عزیز ما هم انتظار دارن که یه بار یه هلو بپر تو گلو باشه. یک شبه نمیشه در 100 ساله رو.
خیلی ممنونم، خیلی محبت کردید آقای دکتر سارمی. بی نهایت لذت بردم از همکلامی با شما. صمیمانه آرزو میکنم که سالهای سال به خرمی انشالله زنده باشید و مردم از خدماتی که شما ارائه میدید همچنان بهره ببرند و خودتون هم لذت ببرید. منم از شما ممنونم، منو به گذشته بردید. خدا رو شکر. خیلی متشکرم. خانم ها آقایان، سپاسگزار از اینکه این نوبت از برنامه امضا رو هم تماشا کردید. تا برنامه دیگر به شما عرض میکنم وقت بخیر، خدا نگهدار.